زن رو دوست داشتن علامت تقواست و اصلا این بد نیست. پیامبر ما هم که جهان در حقیقت شیدای صحبتاش بود، اونم وارد خانه که میشد به عایشش میگفت کلمینی یا حمیرا، ای گل سرخ من با ما حرف بزن. اونم این محبت رو داشت. اصلا محبت داشتن نسبت به زن علامت تقواست. متقیه که با زنش خیلی خوبه، چون اصلا جای دیگه برای ابراز احساسات و عواطف نداره. یه چشمچران، یه هوسران، یه کسی که صبح تا شب دنبال فساد و فحشاست با زنش خوب نیست، چون اصلا محبت نداره، فقط شهوت داره. این شهوت هم یه جای خالی کرده، راه نامشروع، حالا چیزی برای گرم شدن کانون خانواده نداره. ولی اون کسی که متقیه محبت داره، نه تنها شهوت، محبت واقعی داره.